سلام و درود به برابکس چی حاجی؟ ولش کن آقا. سلام و درود به همگی. خوش اومدین به این ویدیو جدید. جان مادرت خفه شو، جان مادرت خفه شو. من همیشه موقع صحبت این ما حرف بزنه. آقا سلام، خوش اومدین. آقا طبق معمول که نه، خیلی کم اتفاق میفته، ولی همین الان یه مچ داشتم میرفتم با سیسینو. حاجی دیفیتو نگاه کن اینجا. 2 سال دارک سیستم شدم. بعد حاجی این مچ رو میبینید، این مچ خیلی خوب شد، ولی متاسفانه من رکورد نمیکردم. ولی داداش ما دیگه زدیم تو این کار دیگه. بچه فول هلند جلومونه، منم هم تیمیام 3 تاشون هلندن. حاجی این تریزلاه خیلی بازیش خوبه. تریزلاه گاییدجی. خیلی خب، من احساس میکنم صدای بازی کمه، اینجوری بهتر نیست. خیلی خوب، بذار گزارشگری کنم دیگه. حاجی اینجا چرخش های پی در پی سیسیلیون رو میبینیم. اینجا یه لحظه مخم رید، نفهمیدم داشتن چی کار میکردم. خلاص اینجا فرار سیسیلیون رو میبینیم از دست اون یارو دیجی و اونجا فرست بلاد و ایکس بلاین عزیزمون میگیره خیلی راحت. اینجا اومدم من یه الوکارد رو سیو بدم با فلیم شات، اینا رو انداختم اونور، ولی سلنای چونی چیز کرد. اینجا ماجی یه سعی در گرفتن چیز داشتیم. حاجی مانام تموم شد اون لحظه، یه نتونستم چیزو بزنم، دیجیو بزنم. اینجا هم که دوباره کستستی منو داریم میبینیم. خیلی خوب، سیلیون این یاروهاشو میزنه، چیریپا رو. اینجا اسمش چی بود؟ سلنا، اگه اشتباه نکنم. سلنا با یه حرکت خیلی کسخلانه اونجا وایساد. منم یه فلیم شات فرستادم و ننشو گاییدم. حاجی حال کردی اصلا، خیلی ریلکس فلیم شات رو فرستادم، کیلو گرفتم اومدم. اینجا امیر رو میبینیم که لاین خودش رو تمیز میکنه. بذار صدا رو گزارشگری کنم ها. الوکارد کستست رو میبینیم اینجا. الوکارد کاملا کستستانه نمیتونه بزنه. بابا بزن دیگه چونی. آخرش بکنم من نگرفتم. ولی اینجا میبینیم که سلنا این کسخلا وایساد تا فیدی بشه و بنده با یه اولت تمیز اینو زدم. اینجا هم که میبینیم تریزلای عزیز یه سولو کیل خیلی تمیز میگیره. بله، کارینا رو میبینیم که اومده سرشاخ بشه با الوکارد سر ترتل. بذارید من یه سیگار روشن کنم. کارو در آوردم. بله، اینجا حرکت کسخلانه ای از کارینا میبینیم و الوکاردی که خیلی کستسته، ناموسه خیلی کستسته. دوباره با فلیم شات میزنه. این پلیر عزیز و تریپل کیلو نمیتونه بگیره. میره که لاین رو تمیز کنه و گلد تاور رو بزنه، ولی نمیزنه. نمیدونم چرا. تریزلای عزیز رو میبینیم که نموده این یارو رو. اسمش چیه؟ حاجیون اسمش فریا. تریزلای عزیز نموده فریا رو. سیسیلیون اومد لاین خودش رو تمیز کنه.
حاجی چه گزارشگری میکنم؟ بنازم گزارشگری. اینجا امیر میره اون سبزای فارمو بزنه که ماناش پر بشه. اینجا جوین میده دوباره کمک تریزلا بکنه، کیل تریزلا رو میدزده. تریزلا داره میزنه و میزنه. اینجا یه دابل کیل میبینیم. تلاش رو برای تریپل کیل که الوکارد نمیذاره. اینجا هم گفتم دمت گرم، ول پلی. اینجا یه دونه میکوبه، نه نمیکوبه رو سر دیگه. اینجا من یه کسچیزه میگیرم آجی فکر کنم. نه داداش گاد لایک حاجی دابل کیل. بابا بناده امیر تو چیستی امیر؟ حاجی دقیقه 4 بازیه تقریبا 5-8 کیل گرفتم، یعنی لژندری شدم. پشماتون بریزه. اینجا با یه سپرایز خیلی عجیب دیجیو یه دونه زدم نصف خونش رفت. اینجا یه اسکیل 2 خیلی کسشر میندازه این بازیکن. اینجا خیلی راحت میس میکنه اون یارو سلنا رو. اینجا اولتشو میزنه و اسکیل 2 فوقلاده ای رو میندازه، دوتاشون رو جمع میکنه، لژندری میشه. و یه فریا داره چون خودشو جر میده که 1-4 فایت بده که نمیتونه همچین گوی بخوره، چون خیلی عقبم. 21-3 هستش این مچ. سیسیلیون رو میبینیم که میخواد جوین بده و لایلا رو بزنه. لایلا اینجا ریکال میکنه. تا من اسکیلدومو میندازم فیلیکر میزنه و در میره چون دریده. حاجی میتونستم فلیم شات بندازم اونجا، نمیدونم چرا نفرستادم. احتمالا توی مپ معلوم نبوده برام. آره دیگه طبیعتا باید معلوم نباشه. اینجا که معلومه داداش. تایگرال داره گریه میکنه. سلنا حشری بازی میخواد در بیاره. اولت تمیز. اینجا استان شدم. اسشیلدوم میس رفت و چون دریده در رفت. پشمان بازی چه قافیه شد. اسشیلدوم میس رفت و چون دریده در رفت. به به. اینجا دوباره اسشیلدوم میس رفت و چون دریده دوباره در رفت. تاجرال افتاد گیر اون، ولی این دفعه نمیتونه فرار کنه چون دریده و میمیره. دارم ریکال میکنم سر خاکش. یو لایلا رو دیدم پشمام ریخت. عین چی در رفتم. کسخون میافتاد دنبالم میتونست بزنه منو. حاجی این آنستابل فورس رو من تا حالا ندیده بودم کسی بگیره تو بازی. نمیدونم چی هستن. تریزلو رو میبینیم که داره با اسکیلایی که میزنه یکم خون خودشو پر کن و این چون دریده نزنه اینو. بله اینجا هم 100% یه لژندری میسرم. یکی دیگه بزن. مانا ندارم آجی. مانام تموم شده ولی میزنم 100%. بله یه فلیم شات میزنه و دوباره کیل میگیره. حاجی 11 تا کیل دارم تو دقیقه 7 بازی. دیگه چیز شدم حاجی. چی میگن؟ نمیدونم چی بهش میگم ولی خیلی پا گرفتم. حاجی این دیجی واقعا دمش گرم، خیلی بهمون فیت داد. چرا اونوری زدم؟ یه اولت خیلی تمیز رو میبینیم ولی میاره این ورو
این یاروهای من نمیگیره اونو، ولی خب در کل میمیرن اونا. فریا رو دیدم گرخیدم و در رفتم. حاجی من باید گزارشگر میشدم، واقعا باید گزارشگر میشدم. خیلی تمیز دارم گزارش میکنم اصلا این مچو. خب الان قراره چه اتفاقی بیفته؟ تریزلا رو میبینیم که میخواد بره با فریا فایت بده. نه نمیره، کمپ کرده. حاجی ویژن داشتن و از تریزلا نمیدونم چرا نیومدن سمتش. اینجا پشمای لایلا میریزه از این حجم از دمیج من. یک دیگه میزنم ولی اون فلیکر میزنه زودتر از من. اینجا با یه اولت تمیز وارد میشم و یه دابل کیل تمیز. مانام تموم میشه و نمیتونم سویج بگیرم. حاجی اینجا میتونستم راحت سویج بگیرم، ولی مانا نداشتم. اگه مانا داشتم راحت سویج میگرفتم. اینجا اومدم دوباره با ریکال های این ریکال ها رو بچه هر چقدر بیشتر ریکال بزنید دمیجت همون قدر بیشتر میشه، شاید ندونید. اینجا تاور رو میندازه سیسیلیون عزیز. کارینا هم گیر کرد لای دیوار و من خیلی راحت فید میکنم چیزو. اینجا کارینا رو اصلا نمودیم، نفهمید داره چه گوی میخوره. ریکال های بیشتر رو میبینیم از این پلیر. ایشون دوباره در رفت فکر کنم. نه این یارو زد. لزلی میزنه. کمبود مانا داره این بازیکن، باید ریکال کنه ولی ریکال نمیکنه. علی حاجی یه فلیچر رو زد رفت رو اون، خیلی تمیز باید. حاجی اینا اینجا چرا نیومدن جوین بدن؟ من اونجا تو بوش بودم، من تو مپ نمیدیدم اینا رو. این دیجی بود، کارینا بود با لایلا، راحت میتونستم بیان جفت ما رو بزنن. حاجی من اینجا فقط دیجی رو کشیدم که چیله بره برای تریزلا، چون تریزلا چیلش کم بود. اینجا یه بیلاخ هم نشون میده به من، میگه که به به بنازم چقدر خوب پلی میدی. من میخندم به کس امش. اینجا رفتیم دویدیم سمت تریزلا، اولتمو زدم. فریا داره میزنه ولی اونور تیم ما میاد و خیلی تمیز اینا رو میزنه. یه اولت خیلی زیبا میبینیم از چیز اسمش چیه؟ تایجرال. آره یه اولت تمیز میبینیم از تایجرال و اینجا الوکارد اگه چیل های مرا نمیدزدید بنده سویز میگرفتم، ولی خب 2 تاشو داد به الوکارد، 3 تاشو داد به من، تریپل چیل شد. اینجا تاور رو میندازه این بازیکن و ریکال بزن. چرا ریکال نزدم آجی؟ طبیعتا باید ریکال میزدم اینجا. اینجا هم لورد رو میزنه تیم. میریم برای پاک کردن لاین ها و پوش دادن عین سگ. حاجی میخوایم پوش بدیم. اینجا میدوه و اسکیل اون سرنای نمیرسه. دوباره اینا اتچ میدن ولی باز ما میزنیم میگاییم اینا رو. مثلا جر واجر لجندری فلان بیسار. علی یکی دیگه رفت. حاجی داریم میگاییم 23 تا کیل. یه بارم نمردم. 15 تا هم اسیست. 51/13. چین مسو ادامه بیده. من نمیدونم اینا چرا سورندر ندادن. اینجا هم داداش یه فلیم شات انداختم
که HP فریا کم بشه تا لزلی بتونه وانشاتش کنه. اینجا هم یه اولت میزنم و میرم رو ابره تا تحقیر خیلی بیشتری بکنم تیم حریف رو. چقدر حرف زدم حاجی، خیلی دارم حرف میزنم، ولی خلاصه حاجی نمودیم اینا رو. حاجی نگاه کن وجدانه، اصلا نگاه کن این صحنه رو. خیلی خوب، مرسی برای تماشای این ویدیو، دمتون گرم. حمایت فراموشش، حاجی جان مادرتون حمایت کنید. اصلا حمایت نداری، یه دونه هم لایک نداره ویدیو حاجی، یه دونه لایک هر کدوم داره، اونم لایک هایی که خودم زدم روی چیز ویدیو. ناموسن لایک کنید، کامنت بذارید. دم همتون گرم، دوستتون دارم زیاد. تا ویدیوی بعدی، فعلا خداحافظ.